تعلیم و تحصیل خواهرای ما را منع قرار دادن. اختلافات شدید در بین خود طالبا هم به وجود آمد. از اول بود و حال بیشتر و زیادتر شد، چون اونا میفهمند که اینمی زوالشان است و این را ما به فال نیک میگیریم. انشالله که همه اختلافاتشان سبب نابودیشان شود. دارمی امروز که ما در تماس بودیم، شهر قندار فعلا چهره یک مرکز نظامی را از خود کرده. گروه ملا یعقوب و گروه حقانی میخواهد که حتی بالای ملا هیبت خان کودتا بکند که آیسای پاکستان اجازه نمیده و از ترس کودتا شهر فعلا به دست قوم نورزی و قوم اسحاقزی است که بسیار زیاد وفادار به ملا هیبت خان هستند. و همچنان استعفای استادای پهنتون و حتی گفته می شود که امروز ده ها معلمین در کابل در گروپ های واتساپ هم صدا شدن و بین خود اونا بمی بحث میکردن که باید یک استعفای گروهی بده. همه ای اوضاع که میبینیم نشان دهنده نابودی طالب است. جناب زرابی، ما به مردم خود، به ملت افغانستان همی پیغام میتم که او مردم افغانستان متفق و شوین. ما برخی از کسا را میبینیم که بازی خوردن، فکر میکنن که این نظام طاغوتی و وحشت و ظلم و بربریت این نظام اسلامی است. نه، این نظام اسلامی نیست، بلکه اسلام را بدنام میکنه. طالب انعطاف پذیر نیست. طالب در فکر یک نظام متحد و همه شمول نیست. طالب در فکر یک نظام دائم و قائم نیست. طالب در فکر آبادی و ترقی وطن نیست. اگر می بود دروازه مکتب و پانتون را بسته نمی کرد. طالب حتی مستقل نیست. طالب به ملت حق اولیت نمیده. در فکر حکومت منتخب نیست. در فکر انتخابات نیست. طالب مشروعیت داخلی نداره، خارجی نداره، اسلامی نداره، انسانی نداره. طالب در فکر مصالحه ملی نیست که همه ملت افغانستان یک چانس به دست بیاره که به خاطر افغانستان خدمت بکنه. پس ملت بیچاره افغانستان، ملت هر دم شهید افغانستان، ملت رنج دیده و فقیر یک بار دیگر به جنگ کردن مجبور می شود. چرا که به انجینر ما، به دکتر ما، به مادر ما، به خواهر ما، به ناموس ما، به بزرگ ما، به عزت ما، به آبروی ما در وطن خود ما جای نیست. چی کار کنه این مردم آخر؟ حتی بدید یک انسان به این ملت دیده نمی شود. چرا که طالب خودش انسان نیست. با فرمانهای نامعقول و احمقانه، با فرمانهای بی‌سوادانه‌شان طالب روز به روز دردهای ملت را بیشتر و زیادتر میکنه. عزت ما امروز، آبروی ما، تعلیم ما، تحصیل ما، کادرهای علمی ما، پاهنتون ما، خوشحالی ما، سرمایه ما، وطن ما، دیپلماسی ما، تجارت، معادن، اولاد ما، خانواده ما، فامیل ما، مرده و زنده ما، همه چیز از دست ما رفته. پس جنگ نکنیم چی کنیم؟ امو کسایی که میگه دیگه مردم افغانستان از جنگ به بینی آمدن. وقتی که همه چیز از دستتان بره، مولانا صاحب اینجا اینا حضور دارن، جسارت میشه، معذرت میخوایم. حدیث رسول کریم صلی الله علیه و سلم است که میفرماید من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون عرضه فهو شهید. کسی که در دفاع از عزت و آبروی خود، کسی که در دفاع از مال خود به قتل برسه و این شهید است. از این بیشتر بی غیرتی و بیننگی دیگه چی بوده میتونه که برای ما همه چیز از ما گرفت و هیچ چیز برای ما نماند؟ از این بیشتر بی غیرتی دیگه چی بود؟ کسایی که میگه ما دیگه از جنگ خسته شدیم، ما ناموس خود، وطن خود، عزت خود، آبروی خود، علم و تعلیم و تحصیل و پانتون خود، از خاطر مقدسات خود، از خاطر خواهر و مادر خود نجنگیم. پس چه وقت باز ما می جنگیم؟ طالب اگر مسلمان باشد از آخرین خطبه رسول الله در حج وداع خبر نداره یا ایمان نداره که رسول الله فرمود
صلی الله علیه و سلم اتقوا الله فی النساء، در حق زنان از خدا بترسین. در آن وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم این معجزه رسول الله است که پیشگویی کرده که تو زمان خواهد میاد که نموت جاهلان و نادانان و بیسوادان پاکستانی میآید و بالای ملت مسلمان حاکم میشود و حتی حق این را نمیده که الله برش میگه اقرأ باسم ربک الذی خلق، ولیکن طالب حق نمیده. هزاران خواهران ما امشب و امروز به گریه از طالب حق اقرأ برایشان نمیده. چرا؟ دیگر راه ما هیچ نداریم جز ای که ما در مقابل طالب متفق شویم، متحد شویم، تعصبات را ترک کنین. او مردم افغانستان، خصوصا کسایی که در صفحات اجتماعی در میدیا ششته میبینمتان، اگر واقعا افغانستان را و ملت را دوست دارین، اگر به ملت غریب و فقیر و مسکین و گرسنه وفادار و دلسوز هستین و شما که در اینجا شکمایتان سیر است و در فکر اونا نیستین، اگر می بودین شما تعصبات قومی را دامن نمی زدین، اگر می بودین شما تعصبات سمتی را دامن نمی زدین، امروز به اتفاق و اتحاد کار میکردین و به خاطر یک قیام ملی، به خاطر یک مبارزه ملی، به خاطر یک جهاد مقدس از ناموس و از خاک و از مال و از عزت خود شما کار میکردین. پس حرف آخرم ای است به تمام مردم افغانستان، ما مجبور به جنگ میشیم. ما جنگ نمیخواهیم، جنگ ذلت است، تباهی است، بربادی است، ولیکن به خاطر حفظ عزت خود، به خاطر به دست آوردن آل و مال و عزت خود ما به جنگ مجبور میشیم و این جنگ را جنگ مقدس و جهاد اکبر میگوییم و انشالله در این جهاد الله رب العزت ما را نصرت خواهد کرد، یاری خواهد کرد. ما از این خاک وقتی که ما بیگانگان را از این خاک راندیم، وقتی که انگلیس در اینجا شکست خورد، وقتی که شوروی در اینجا شکست خورد، وقتی که هیچ بیگانه در اینجا نمان، بیگانه پنجابی هم در اینجا بودن نمیتونه، اینمی جمله کلمه ما پیشتان یادداشت باشه، شاید زنده باشیم یا مرده باشیم، با والله العظیم ملت مسلمان افغانستان پیروز خواهد شد. اقسم بالله العظیم ملت افغانستان پیروز خواهد شد، انشالله که متفق باشن و متحد باشن و در برابر طالب جنایتکار، طالب ظالم، طالب قاتل، طالب جاسوس پاکستان جهاد کنن و این جهادشان را متفقانه پیش ببرن. انشالله پیروزی از ما است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر.